تغرل پاشو. چی شده؟ پاشو کار دارم باید بجون. چی کار داری؟ ساعت چنده؟ بیارش تو اتاق بازجویی. بازجویی برای چی؟ چه خبره بازجویی برای چی؟ رابیوف من که همه چی گفتم. آخه این وقت شب پاشو ببینم. پاشو وایسا اینجاست؟ اینجاست؟ خیلی خوب رابیو. داداش اف بیگناهه. به زور خودم رو کنترل کردم. زود باش برو خونه. داداش بهم گفتن نگم، برای همین نمیتونم به کسی بگم. اگه بدونی تو هم بهم اجازه میدی. صدفم عصبانی نمیشه. داداش الیاس من دوستش دارم. باشه بابا رابیو برو اری. بلوت آره اسمم بود. خودم هم بلوت. این چه وضعشه؟ پاشو مقصر توی، تقصیر توی مامان جون من. خدا بگم چی کارت کنه. بیا تو سرم مریض میشی. خدایا باید خجالت بکشی به خدا. اونی که منو به این روز انداخت باید خجالت بکشی. وایسا یواش. خیلی هم خوب شد چون با همه گفتم. خوب شد عالی شد. همه گفتم خیلی هم خوب. برو بشین اینجا ببینم. ببینم حال روزمو ببین. آره حال روزتو دیدم. حال روزمو ببین. بوی گندم میدی. آره در بیار ببینم نگاه خودتو به چه حال روزی انداختی. حالا تهوع دارم ماما. وای دیگه بالا نیاری یا. سب کن پسرم. وایسا آبجی من معذرت میخوام. منو ببخش. خواهش میکنم منو ببخش. باشه داداش بخشیدم. تو بخواب. حالتم بزن. مامان این چه وضعشه؟ حالش خیلی بده. قبلا هم عاشق شده بود اما نه اینطوری. این دفعه فرق میکنه. وقتی نتونی با دختره باشی اینطوری میشه. وقتی به یکی نرسی میشه عشق. چرا به هم نمیرسن؟ من نمیفهمم. چون که عاشق خواهر ملیکه. تو چی داری میگی ماما؟ من نباید میگفتم. سوتی دادم. عاشق خواهر ملیکه شده. اینا کجا هم دیگه رو پیدا کرد؟ تصادفی آشنا شدن. همین که دیدتش عاشقش شده اما نمیدونسته که دختر کیه. میخواسته بگه اما خب نتونسته بگه که من دایی افم. عزیز دلم گناه داره. تازه از دستش هم عصبانی شدم. آبجی من بدجوری عاشق شدم. باشه داداشم. بخواب عزیزم حالا حرف میزنیم. صدا جون نصف شبی چرا اومدیم اینجا؟ چه خبره؟ کار ما شب و روز نداره تخرا. تموم شد. پرونده بسته شد. چی تموم شد؟ فردا صبح منتقل میشی دادگاه شیفت. از اونجا هم به زنده. صدات وایسا یه لحظه خواهش میکنم. به خدا جای سگا نشون میدم. یکم بهم فرصت بده. نه اصلا ربطی به سگ نداره. الکی خودتو خسته نکن. شاهد داری. مبارک باشه. شاهد؟ یعنی چی؟ مگه نمیگی بچه رو ندیدم ها؟ چرا دروغ میگی؟ چون که ندیدم. دروغ نگو. تو جنگل دنبال بچه دویدی؟ یعنی چی؟ کی دویدم؟ دنبال بچه میدویدی؟ بابا من دنبال کسی ندویدم. باشه تغرل بس دیگه. حوصله دروغای تو رو ندارم. برو اینا رو به قاضی بگو. کار من با این پرونده دیگه تموم شد. صدا ببین مطمئنیم که تو جنگل بودی. این که بچه رو دنبال کردی هم روشنه. تموم شد دیگه. همه چی مشخصه. مستقیم زندان. ببین یه چیزی رو بهت میگم.
میدونی تو زندان با قاتل بچه‌ها چی کار میکنن؟ صدات به جان مادر من کسی رو دنبال نکردم. حتی اجازه ندادی فرار کنه. آره ها؟ چون اگه به یکی میگفت میدونستی چه بلایی سرت میومد. خونت، ماشینت، خانوادت، اسمت. برای اینکه اینا رو از دست ندی بدون لحظه ای تردید بچه رو کشتی. حتی براتم مهم نبود اون یه بچه کوچیکه ها؟ چون که فقط روی یه چیز تمرکز داشتی، منفعت خودت. تو قاتلی یه بچه. نیستم. من کسی رو نکشتم. میخواستم بپرسم تو جنگل چی کار بکنه. فهمیدم گم شده. میخواستم اینو بپرسم که گذاشت رفت. خوبه. تو که بچه رو ندیده بودی. چی شد؟ دیدی که؟ دیدم آره. صدا قسم میخورم من میخواستم به اون بچه کمک کنم، اما من هنوز دهن باز نکرده بودم که ترسید و فرار کرد. خواستم برم دنبالش اما نرفتم. یعنی اگه جلوی اون بچه رو میگرفتم و نمیذاشتم بره شاید اون بچه نمیمرد. چرا قبلا اینا رو به من نگفتی؟ برای همین نگفتم دیگه، چون که منم یکم مقصرم. کاش جلوی اون بچه رو میگرفتم. ما هم چه حرفی زدیم؟ هیچ حرفی نزدیم. طغرل تعریف کن دیگه. هم تو راحت شو هم من. بجون صدات ببین قسم میخورم هیچ حرفی نزدیم. بس دیگه، چقدر دروغ میگی؟ من کدوم حرف تو رو باور کنم آخه ها؟ اول گفتی رفتم با ماشین تو جنگل، دور زدم، بعد گفتی زدم به یه سگ. 3 ساعت پیش به خدا و پیغمبر قسم میخوردی که من بچه رو ندیدم. من چطوری حرف تو رو باور کنم؟ صدات به خدا هول کرده بودم نتونستم. اولش مجبور شدم دروغ بگم، اما همه چی رو تعریف کردم دیگه. هیچی نمونده که نگفته باشم. به خدا. طغرل، این بار خیلی سنگینیه. نمیتونی باش زندگی کنی. دیوونه میشی. بجون زود باش اعتراف کن دیگه. بگو. ای بابا دارم میگم کار من نبود. بیدار شدی؟ آره صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. من چجوری اومدم اینجا؟ یکی از دوستات تو رو آورده اینجا. یکی از دوستا؟ مامان گفت. ندیده کی بوده. آبجی ببخشید من نتونستم دیشب کنارت باشم. حالت خوبه؟ نیستم، اصلا نیستم. تا صبح نخوابیدم. من باید چی کار کنم؟ چجوری بچه رو از این گرداب بیارم بیرون؟ چی شد؟ از طغرل خبری هست؟ نه نیست، هیچ خبری ازش نیست. تو چطوری؟ مامان به هم گفت خیلی برات ناراحت شدم. اسم دختره چی بود؟ خواهر ملیکه. صدف بود؟ صدف. شانس منو ببین آبجی. یه بار تو زندگی عاشق شدم، اونم دختر خانواده دشمن حساب در اومد. خب چرا به من نمیگی؟ چرا با من در میون نمیذاری عزیزم؟ آبجی تو خودت واسه خودت کلی مشکل داری. این چه حرفیه؟ تو برادر منی. خب خجالت کشیده. از چی خجالت کشیدی؟ من هر مشکلی هم داشته باشم تو برادر منی عزیزمی. با هم فکرامونو میذاشیم رو هم، یه چاره چیزی پیدا میکردیم، حلش میکردیم. آبجی این چاره یا راه حل داره آخه.
معلومه که حل میکنیم. تاوان گناه طغرل ما باید پس بدیم. بذار ثابت بشه افه بیگناهه. بذار پسرم خلاص شه، یه راهی پیدا میکنیم عزیزم. بله دمت خانم. صبح بخیر زینب خانم. ببخشید اول صبح مزاحمتون شدم. ازتون یه خواهشی داشتم. بفرمایید. میشه امروز افه رو با خودتون بیارین اینجا؟ چند تا سوال ازش داشتیم. دمت خانم واقعا لازمه؟ بچه از بس اومد اونجا بازجویی شد تلف شد دیگه. میخوام اونو از این چیزا دور نگه دارم. خواهش میکنم. بله میدونم حق دارین، اما اگه واقعا لازم نبود من بهتون زنگ نمیزدم. امیدوارم که این بار دفعه آخر باشه. چشم، به نظر میاد انتخاب دیگه هم نداشته باشم. خیلی خوب، میام دیگه، یکم دیگه میام. باشه خیلی ممنون. پس میبینمتون. دارن میان. اعتراف کرد که اون روز کاهانو دیده. طغرل؟ خب چی میگه؟ میگه فقط دیدم. بچه وقتی اینو دیده ترسیده و فرار کرده. خب برای چی تو این همه مدت اینو نگفته بود؟ همش یه سری دروغ سر هم میکنه دیگه. کار خودشه دمه. داشت اعتراف میکرد. کم مونده بود اعتراف کنه اما نتونستم. خب حتی اگه اعتراف نکنه اونو کشته، با این مدارک کارش سخت نیست؟ جواب آزمایش خونه که تو ماشین پیدا شده مهمه. یعنی اگه همونطوری که ادعا میکنه خونه یه سگ باشه و جایی که دفنش کرده باشه رو هم نشون بده، دیگه چیزی نمیمونه. اون موقع مجبور میشیم آزادش کنیم. تا کی میخوای دنبال اون سگ بگردی؟ امروز میبرمش صحنه جرم. داشت اعتراف میکرد دمت. کم مونده بود. باید یه کم دیگه بهش فشار میآوردم اما نتونستم. خیلی دوست داشتم از اون اتاق بیام بیرون و بگم قاتل رو پیدا کردم. مخصوصا اینکه به الیاس اینا بگم. صدف امروز میخواد بره. کجا؟ استانبول، خونش. درسته، اون اونجا هم خونه داره. کار، خونه، دوست. من اونقدر به خاله عادت کردم که انگار خونه واقعیش همینجاست. اون کار زندگیشو ول کرد، به خاطر ما اومد اینجا. ما به خاطر اینکه با یکی دوست شد انقدر اذیتش کردیم. بگو با کی دوست شد ملیکه؟ اونم بگو دیگه. نمیدونست الیاس، گفت دیگه. همین که فهمیده ازش جدا شده. اما خیلی دوستش داره الیاس. دیشب کلی گریه کرد. چی کار کنم ملیکه؟ چی کار کنم؟ چی از جونم میخواین؟ قبل رفتن ازش حلالیت بخوایم. آره، منم با خاله خیلی بد حرف زدم. بریم خوب میشه. پس همه با هم بریم. دلشو به دست بیاریم. دلخور از اینجا نره. بیدار شدی مامان جون؟ من یه چیزی حاضر کنم زود بخوریم بریم. خیلی خوب؟ باید بریم اداره پلیس. دیدن بابا؟ نه پسرم، دمت خانم میخواد یه چیزایی ازمون بپرسه. باشه بپرسه، برم بابا رو میبینم. مامان جون فکر نمی کنم پلیسا اجازه بدن. فکر نمی کنم. اونا اجازه میدن مامان، تو نمیخوای. آره مامان جون من نمیخوام، چون یه چیزایی درباره بابات هست که تو نمیدونی پسرم. یادت اون فکر میکرد من قاتلم مامان؟ حتی تو اون شرایط هم با من عادی رفتار میکرد. اصلا خودتو با بابات مقایسه نکن. اون با تو خیلی فرق داره. بعضی از رفتارای پدر. اگه بتونم بابامو ببینم میام اداره پلیس مامان، وگرنه نمیام. مامان چرا اجازه نمیدی؟ لطفاً میخوام بابامو ببینم. باید بهش بگم که من حرفشو باور میکنم.
دوبله شده باشه. در استودیو جرمی. از پلیسا میپرسیم، اگه اجازه دادن میتونی 2 دقیقه ببینیش. باشه. چی شده؟ خیر باشه، یه چیزی شده. نه، گفتیم قبل از رفتن ازت خداحافظی بکنیم عزیزم. اتوبوس ساعت چند حرکت میکنه؟ عصر. به آبجی گلتنم زنگ زدم، چند روز دیگه برمیگرده. تا اون برگرده شما حواستون به بابا هستی. معلومه صدف. ممنون. پاشدی اومدی تا اینجا کنارمون باشی. حقتو حلال کن. حلال باشه آبجی جون، تو منو حلال کن. خاله، من دیروز خیلی عصبانی بودم، خیلی بد حرف زدم، معذرت میخوام. بیا ببینم عزیزم، عزیز دلم. صدف، اگه به خاطر حرفای من داری میری، تو منو جدی نگیر. من از دست تو عصبانی نشدم. میدونم الیاس، به خاطر تو نیست. دیگه واقعا باید برم. این کم مونده از کارم اخراجم کنن، باید برم اونجا کلی زبون بریزم. خب خاله، اگه بخوای اینجا هم میتونی کار پیدا کنی، مجبور نیستی برگردی استانبول. جرن راست میگه صدف. اگه نری خیلی خوب نمیشه. نه آبجی، باید برم، اما زود میام دیدن شما. به بابا گفتی؟ بعد از اینکه حاضر شدم میگم. باشه فرید جان، باشه، منتظرم. این چه حرفیه؟ مشکلی نیست. خیلی خوب، باشه. دمت، این باز چرا زنگ زده؟ این؟ منظورت از این فریده؟ نه، یعنی آقا فرید چرا زنگ زده؟ خب افه داره میاد، اونم زنگ زده بگه دیرتر میرسه. لازم نبود، خودمون حلش میکردیم. الکی اینجا رو شلوغ میکنه. باشه صدات بازداشتش میکنی، میفرستیش زندان و موقع دیگه شلوغ نمیکنه. تو از لجه من اونطوری گفتی؟ آره. چیو گفتم؟ گفتی یه مدت با هم دیگه بودیم. گفتم دوست بودیم. حالا هرچی. دروغ گفتی دیگه، همچین چیزی نیست. از لجه من گفتی. ها، ایفم اومد. خوش اومدین. ممنونم. افه جون، ما بریم تو اتاق آقا صدات. مامانت هم اینجا منتظرت بمونه؟ باشه. برو، من اینجا منتظرم. بفرمایید. ممنون. بشین افه جون، وایسیم فرید بیاد. نه لازم نیست منتظر فرید بمونیم. فقط میخوایم چند تا سوال بپرسیم. افه رو هم معطل نکنیم. کار بابام نیست. امیدوارم که اینطور باشه. من مطمئنم. چطوری انقدر مطمئنی؟ بابا تو اونجا دیدی؟ ندیدم. خیلی با عجله جواب میدی افه، وقت داریم. هر چقدر میخوای فکر کن. چه میدونم، شاید وقتی داشتی برمیگشتی دیدیش. اگه میدیدم یادم میموند. افه، بابا تو خیلی دوست داری نه؟ به خاطر اون هر کاری میکنی؟ مثلا اگه یه رازی بهت بگه و ازت بخواد به کسی نگی؟ نمیگم. حتی اگه بدونی اشتباهه؟
مثلا فرض کنیم بابات از میوه فروشی یه سیب دزدیده، بعد بهت میگه که به کسی نگو که اینو برداشتم. تو چه کار میکنی؟ خب حتما دلیلی داره که ازم میخواد نگی. فرض کنیم نداره، فقط چون گیر نیفته اینو ازت میخواد. تو هم میوه فروش رو میشناسی، میدونی آدم خوبیه و مستحق همچین رفتاری نیست. چه کار میکردی؟ میگفتی بابات چه کار کرده؟ بابام چرا باید سیب بدزده؟ بابام خودش تو کار میوه است. راست میگه. فرض کنیم گول شیطون خورده، یه خطایی کرده، بهت گفته افه به هیچ کس چیزی نگو، حتی بهت گفته که به جای من تو بگو من دزدیدمش. چیکار میکردی؟ آبجی من میفهمم چی میخوای بگی. اگه بابام دزدی بکنه این رازو پنهون میکنم، اما اگه به کسی آسیب بزنه پنهون نمیکنم. میدونم، چون تو پسر خوشقلبی هستی. باید اینا رو ازت میپرسیدم، معذرت میخوام. من میخوام بابامو ببینم. اومدی باباتو ببینی؟ آره؟ خوبی بابا؟ خوبم پسرم، خوبم. آره چیزیم نیست. کی از اینجا میای بیرون؟ همین روزا میام بیرون. من کاری نکردم مفه. بابا جونم پسرم. کار تو که نیست. نه افه، قسم میخورم کار من نیست. من میدونستم، گفتم بابام این کارو نمیکنه. پسر گلم، پسر عزیزم، آفرین به تو. مادرت باور نمیکنه؟ آره باشه، من باور میکنم. تو پسر خیلی خوبی هستی پسر گلم، عزیز دلم. میدونستم. آفرین پسرم بیا دیگه، وقت تمومه، بیا بریم. داری از کدوم وقت حرف میزنی زینب ها؟ الکی نگو. با تو حرف نمیزنم، با افه حرف میزنم. بیا پسرم. مامان یکم دیگه بمونم، خواهش میکنم. حوصله بابام اینجا سر میره. دمت خانم گفت خیلی کوتاه، خودت هم میدونی دیگه. اما مامان. باشه افه، باشه پسرم، باشه. خیلی زود میام پیشت، تو اصلا نگران نباش. با ماشین بریم مسافرت؟ اینطوری شیر خط میندازیم هر کجا در اومد. افه من هیچ وقت تنهات نمیذارم پسرم. باشه؟ اصلا نمیتونن ما رو از هم جدا کنن. مامان جون بیا بریم دیگه، بسه وقتمون تموم شد، بریم. بیا پسرم. خداحافظ بابا. خداحافظ پسرم. لایه این سیمید کباب هست، خالی نیست، هست حتما هست. اون که سیمید نیست آبجی، ساندویچه. آبجی مهتر رو یادت میاد؟ مهتر؟
آره پسرت. مته پسر من بود. خیلی پسر قشنگی بود. حتما خیلی قشنگ بود. حتما خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. اما دیروز اون زن رو دیدم، همون روانشناسو. دمت به خاطر اون عزیزمون از دست رفت. تو به این روز افتادی، اما الان اون داره راحت برای خودش میگرده. جوونمون رفت. حتما رفته. حتما. دیروز تا خونش تعقیبش کردم آبجی. شیطونه میگه برو خفش کن بکشش. به زور جلوی خودمو گرفتم. شیطون گفت اونو بکشش. همیشه همینطوری میگه بکشش. میگه خفش کن. حتما همینطوری میگه. دمت خانم، میخواستم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. بفرمایید. من دیشب یه تصمیمی گرفتم. میخوام افه رو بردارم از این شهر برم. میخوام با پسرم از نو شروع کنم. برای همین گفتین برای آخرین بار باباش رو ببینه؟ خیلی هم میترسم که رفتنمون تأثیر بدی روش بذاره. نه اصلا به نظرم تأثیری نداره. خب اولش اعتراض میکنه، اذیت میشه، آره، اما به نظر منم بهترین کار همینه. چون تا وقتی اینجاست همش با چیزایی روبرو میشه که این جریان رو یادش میارن. اگه اعتراض کنه خوبه، من میتونم باش کنار بیام و قانعش کنم، اما فکر میکنه باباش بیگناهه. من اصلا نمیدونم با این موضوع چطوری کنار بیام. خیلی میترسم فکر کنه من میخوام جداشون کنم. نمیدونم صدات بهتون گفته یا نه، اما دیشب آقا طغرل اعتراف کرده که کاهان تو جنگل دیده. یواش یواش داره روشن میشه. اگه جرمش ثابت بشه افه هم به مرور زمان اینو قبول میکنه، چون بچه بسیار باهوشیه. عجله نکنین زینب خانم، بسپرینش به زمان. بگیر پسرم، هرچی به این گوشی زل بزنی چیزی عوض نمیشه. زنگ نمیخوره، بفهم. بهت زنگ نمیزنه. پس من زنگ میزنم؟ نه خیر، تو زنگ نمیزنی. مامان گوشی رو بده. نه زنگ نمیزنی. نه زیادی پیگیر این دختره ای، انقدر پیگیرش نباش. اگه واقعا دوست داره یه روز بهت زنگ میزنه. آره یه ضرب المثل بود. چی بود؟ اگه برگرده مال توه، اگه بر نگرده از اول مال تو نبود. یعنی چی مامان؟ حالا هرچی اگه میخوای زنگ بزنی گوشتو نمیدم. قول بده. با سر تکون دادن نمیشه. بگو مامان جون بهت قول میدم زنگ نمیزنم. بگو مامان جون قول میدم زنگ نمیزنم. بگیر. من خیلی گرسنم. پیده سفارش بدیم. حسن آقا شمایی 2 تا پیده میخوام. ببین دفعه پیش موادش خیلی کم بودا. نوش جونت.
بابا جون، من دیگه دارم میرم خونه. کلن برمیگردم استانبول. اما زود میام دیدنت. بابا جون بالاخره اونجا کار و زندگی دارم، باید برگردم اونجا. بابا اینطوری نکن. آبجیم اینجاست، جرن اینجاست، منم میام، قول میدم زود میام. اینطوری نکن، با قهر جدا نشیم. به من نگاه کن. چرا وایستادین؟ پسرم میشه بیای پیشم؟ میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چی شده مامان؟ بپرس. دلت میخواد از اینجا بریم؟ یه شهر دیگه، فقط ما دوتا. کدوم شهر؟ یعنی یه جای دور؟ دور. همه چی قراره نو باشه، خونه یه جدید، مدرسه یه جدید. تمام چیزایی بدی که اینجا تجربه کردیم فراموش میکنیم. اما اگه بریم یه جای دور بابامو چطوری ببینم؟ پسرم وضعیت بابات هنوز اصلا مشخص نیست. شایدم بره زندان. من و تو باید برای همه چی آماده باشیم. چرا حرف بابا رو باور نمی کنی؟ کار اون نیست. پسرم مسئله باور کردن نیست، زمان همه چی رو مشخص میکنه. اگه این اتفاقات هم نبود من میخواستم از بابا جدا بشم، در موردش حرف زده بودیم. اما من و تو باید بریم، باید از نو شروع کنیم عزیزم. اما مامان بزرگ و دایی هم اینجا. خب اونا رو میبینیم دیگه، تو عیدا و تعطیلات اونا هم میان. نمیخوام برم. افه جان باید بریم. مامان ازم پرسیدی میخوام برم یا نه؟ چرا الکی میپرسی؟ پسرم تو چرا نمیگی؟ نمیفهمم. مامان من مجبورم چیزی که تو میخوای و بگم. پسرم لطفا، شرایطمون به حد کافی سخت. من نمیخوام برم. اما هیچ دلیلی نداره اینجا بمونیم. ببین نمیتونیم بریم مدرسه، همه پشت سرمون حرف میزنن. تازه وقتی شرایط بابات مشخص بشه خیلی تحت فشار قرار میگیریم. پسرم من دیگه نمیخوام تو اذیت بشی عزیزم. باید یه زندگی جدید بسازیم، این خیلی مهمه. مامان من نمیخوام. به جداییت با بابا چیزی نمیگم، اما خواهش میکنم از اینجا نریم. من دیگه تحملشو ندارم پسرم، باید از اینجا بریم. من با تو نمیام، پیش مامان بزرگ میمونم. افه ببین، افه جون لطفا اینجوری نکن پسرم، لطفا. آقایون بس دیگه، دست نگه دارید. تقرار کافیه. با این ماجرای سگ خیلی وقت از دست دادیم. زود جمع کنیم بریم. به خدا پیدا میکنم، قسم میخورم. صبر کن 2 دقیقه بهم وقت بده. چیو میخوای پیدا کنی؟ تقرار
یه نگاهی به اطرافت بنداز. همه جا رو سوراخ کردی، تو پیداش نمی کنی. دلیلشو من بهت میگم. چون که تو سگ چال نکردی، نه؟ آدم چال کردی. از کدوم آدم حرف میزنی آخه؟ من سگ چال کردم، قسم میخورم. الان یادم نمیاد. اون روز با عجله چالش کردم، برای همین یادم نمیاد. تو رو خدا 2 دقیقه بهم وقت بده، خواهش میکنم. صبر کن، وایسا. صدات کنار اون درخت بکنیم دیگه، خواهش میکنم. بس دیگه، ملت رو علاف نکن. بس بریم. صدات صبر کن، وایسا، صبر کن، قربونت برم. پای زندگی من وسطه. خب بگو اینجا رو بکنن دیگه. چی میشه؟ به خدا دیگه نمیگم جایی بکنین، قول. باشه نشون بده. باشه بیا داداش. دقیقا اینجاست، کنار این درخت. باشه همینجا. آره همینجاست، امیدوارم پیدا بشه. دخترم داری جدی میگی؟ من فکر میکنم همینطوری حرف زدی. جدی اما مامان میرم. میگه میخوام برم. کجا میخوای بری؟ هیچ جا نمیتونی بری. من هر وقت دلم بخواد باید نوامو ببینم، هر وقت که دلم بخواد. مامان تو رو خدا مگه میخوایم کجا بریم؟ فوقش یه جایی میریم که 1 ساعت با اینجا فاصله داره. با هواپیما میای و میری. هواپیما؟ تو رو خدا من نمیتونم سوار هواپیما بشم دخترم، میترسم. برای دیدنتون نمیتونم سوارشم. حق ندارین جایی بریم. آبجی اینطوری سخت نمیشه؟ یعنی شهر جدید، زندگی جدید. اینجا خیلی سخت داره، خیلی سخت. خب آخه قرار نیست تا ابد که اینجوری بمونه. وقتی همه بشنون کار توغرله چجوری میشه؟ مگه کار اونه؟ معلوم نیست که هنوز کار اون بوده یا نه. کرده یا نکرده مسئله این نیست. این لکه به همون میچسبه. دخترم هر جایی بریم میشناسنت، از طریق فضای مجازی همه میشناسنت. اونجا که میخوای بری هم میشناسنت. اما مثل اینجا نمیشه مامان، لطفاً درک کن. تازه فقط اینم نیست، اصلا شروع کردن به هم قدرت میده. به نظرم باید اف تصمیم بگیره. اف هم که میگه نه. این چیزی نیست که اف تصمیم بگیره مامان. من به عنوان مادرش تصمیم میگیرم. منم به عنوان مادر تو اجازه نمیدم که بری. نمیری، نمیتونی جایی بری. آی مامان تو رو خدا تصمیمی نیست که تو این سن بگیری. تو بچگی باید مسئولیت بچه‌تو به عهده بگیری. یعنی تو با اینکه میدونی اف ناراحت میشه میخوای ببریش؟ آره یعنی واقعا تو اینطوری؟ مامان لطفاً چرا باید بچه‌ی من ناراحت بشه؟ باید بهم کمک کنیم، بهم روحیه بدین. باشه آبجی، من کنارتم. هر چی لازم داشته باشی. خب چی لازم داری؟ اول پول لازم دارم، باید ماشینو بذاریم برای فروش. تو به این کارا برس. من کار پیدا میکنم، دنبال کار میگردم. امروز با ایشیل قرار دارم. اون یه خواهرزاده یا نمیدونم دختر خاله چیزی داره که مدیره، با اون حرف میزنم ببینم چی کار میتونه بکنه. آفرین دخترم، آفرین. تو مادرتو بذار و برو. پسرم هم که طرف تو رو میگیره، نوامم بردارین ببرین. ببین بچه هام دارن چه بلایی سرم میارن. آفرین به بچه هام. گورم هم بکنین که یه دفعه تکمیل شه بره. بسه دیگه، بسه. بیلو بذار کنار دیگه، بسه. با دست بکن. ممی بسه دیگه. بسه دیگه، برو کنار. بیارش بیرون.
از اون گودال واقعا یه سگ پیدا کردیم جناب بازپرس. خونی که تو صندوق عقب بود چی؟ اونم متعلق به یه سگه، یعنی قصه طغرل واقعیت داره. با ماشین زده به یه سگ، بعدم برده اونجا دفنش کرده. اما اعتراف کرده که بچه رو دیده؟ آره خب اعتراف کرده، اما سیگنال تلفن همراهش طغرل اون جایی نشون میده که سگو دفن کرده، یعنی جلوتر نرفته. یعنی طغرل اصلا نرفته جایی که جسد اون بچه پیدا شده؟ نرفته بازپرس، نرفته. آره خوب. آدم به خاطر اینکه یه بچه دیده داره یه سگ دفن میکنه اونو نمیکشه. موافقم. صدات ما هیچ مدرکی نداریم. متاسفانه. باید طغرل رو هم آزاد کنیم. خب بگو ببینم چی شده. پشت تلفن نگرانم کردی. تو آنکارا یه دختر خاله داشتی که مدیر مدرسه بود؟ آره دارم. گفته بهت پیشنهاد کار داده، امکانات مدرسه هم بهتره. یادت میاد در موردش حرف زدیم؟ آره یادم میاد. میشه یه زنگ بزنی ببینی تو مدرسهش جای خالی داره یا نه؟ برای خودت میخوای؟ آره برای خودم میخوام. خیر باشه. برای چی؟ میرین آنکارا؟ چی شده؟ نمیدونم کجا برم اما حتما از اینجا میرم. میخوام با افه یه زندگی جدید شروع کنم به خاطر پسرم. خب طغرل چی؟ دیگه طغرلی در کار نیست. اتفاقای خیلی عجیبی افتاده ایشیل. یعنی نمیدونم چجوری بهت بگم. چی شده؟ جریان چی؟ خواهش میکنم چیزایی که میگم بین خودمون بمونه. خب باشه حتما. چی شده؟ جریان چیه زینب؟ طغرل الان اداره پلیسه. برای چی؟ چون که مظنون به قتل اون بچه هست. همون کان. خوبی؟ جدی میگی طغرل اصلا همچین کاری نمی‌کنه؟ مگه تو چقدر طغرل رو میشناسی؟ چطور اینقدر مطمئنی؟ حتی منم اینقدر مطمئن نیستم. نه از حرفایی که با هم زدیم میگم عزیزم، یعنی از چیزایی که گفتی واقعا خیلی تعجب کردم. جدی میگی مطمئنی؟ پلیسا میگن مدارک خیلی مهمی داریم. اون روز همون ساعتی که بچه به قتل رسیده اونم اونجا بوده. واقعا نمیخوام در مورد طغرل حرف بزنم. میشه با دختر خالت حرف بزنی برای کار به خاطر من؟ آره حتما میگم، باش حرف میزنم، نگران نباش. ممنون. بذار یکی دیگه درست کنم.